این توتیه چقدر قشنگه. چشات قشنگ میبینه عزیزم. وای چقدر خوب جواب میده. آره این یکی از باهوشترین توتیای منه. خب توتی قشنگم، بگو ببینم اگه من با یه مرد بیام خونه تو چی میگی؟ میگم جنده ای. محمد آقا این چقدر بی‌تربیته. من واقعا از شما معذرت میخوام. شما یه ماه به من فرصت بدین من اینو درستش میکنم. باشه. سلام. سلام آبجی. خوبی توتی قشنگم؟ نوکرم، شما خوبی؟ مثل این که محمد آقا کارشو خوب بلده. بله. خب بگو ببینم اگه من با یه مرد بیام خونه تو چی میگی؟ میگم لابد شوهرته. آفرین. خب اگه با دوتا مرد بیام چی؟ خب میگم برادرته. خب اگه با 3 تا مرد بیام چی؟ خب میگم حتما پدرته. خب اگه با 4 تا مرد بیام چی؟ خب میگم حتما دوستته. خب اگه با 5 تا مرد بیام چی؟ بابا محمد بیا این زنی که جنده رو جمعش کن.